عزیزان دل، درباره گلها و انواع گلها فهمیدیم و با مسئولین صحبت کردیم. اینجا میبینیم که این نیال هاست و هر رقم نیال است. حالی درباره نیال ها صحبت میکنیم که چند نوع نیال داره. اول با مسئول ازی گل فروشی و نیال فروشی آشنا میشیم، بعد از او درباره نیال ها با ما گپ بزنه. سلام لالا، خوب هستی؟ بخیر؟ میشه خدا معرفی کنی؟ از جانا خوب است. خیرتی است. عبید گل فروش هستم، مسئول همین دکان، مسئول همین نیالا. چند نوع نیال داری؟ نیال تقریبا از 29 بالاتر داریم. نیالای میوه‌ای هم بی میوه زینتی. میوه‌ای خود تقریبا یک 8 رقم 10 رقم میوه است. کلش موجود همه چیزی که میوه و سیب و زردالو و شفتالو و هر چیز مختلف. زینتی یک 5 6 نوع است که ناجو و مربانگ و صبرآزاد، چیزایی که با پشتای کوچه و با گلدانای سرک و با چیزای زینتی میشونن به خاطر سرسبزی وطن و آلودگی آب و هوا. هر وقت میشه که بشانیم خب منتها فصل بهار کس چون وقتش است، حالا خوب حساب چسبش و به حساب نتیجه خوب نتیجه صحیح میده و خوب میچسبه. حالا باز زیافتر مشتری زیاد داریم، مال زیافتر میشونن. باز پسانم یکم تا یک چیزی که ضرورت داره باز میبره. چهار میوه قیمتش فرق داره. لاله قیمتایش بگو. قیمتاش دیگه از 1.5 گرفته تا 3.5 و 400 و هر قسم است. مثلا نیال خرد ارزان تر است، نیال کلان باز قیمت تر است. او درختی که سرحاصل است که حاصل میده، هم ساله بشونی نشانی میده، یک سال بعدش فریمان میگیره و قیمت تر است. اون نیالی که چون یک ذره خرد است متوسط است و با 1 2 سال 3 سال بعد میگیره و ارزان تر است. دیده میشه که تاک هم هستن. چند رقم تاک است؟ چند رقم انگور؟ انگور خواهیم 5 6 رقم کس کلش همیشه موجود داره. حسینی، طایفی، شنگلخانی، قنداری موجود همیشه داره. دیگه خرد کلانش فرق میکنه. قیمت خردش چند است؟ قیمت کلانش ما که شنیدیم تاک قیمت است نسبت به دیگه. نه نسبت به دیگه نیالات تاک خو یک چیز، انگور خو بیخی باز انگور شمالی خو بیخی یک نام ایچی داره. دیگه تاک باز نسبت به نیالا قیمت تر است. خردش 300 است، باز کلانش 700 است، باز کلانترش 1200 هم مختلف است دیگه. پیامتون بگوین که درباره سرسبزی کشور و سرسبزی پایتخت چی از به وطندارا؟ حجیان پیام به مردم عزیز مهمی است که هر کی در سرسبزی وطن سم بگیره. کسی به داخل اولی و کسی به بیرون و به هر جای این درخت نیالی را که میشونی به حساب سرسبزی وطن ماست. وطن ما سرسبز میشه، از این آلودگی هوا گم میشه و میوهش هم میخوره. سرسبزی بهترین یک آب و هواست، بهترین یک اکسیژن است. به چند رقم برای ما و شما فایده است. کسی که جای مناسب داره منمی وقتش است باید یه نیال گل بشونه. اما نیالی که بسیار از نگاه او خوردن کم او میخوره اقتصادی است کدام است؟ حجیان نیالی که مثلا بسیار به او ضرورت نداره، نیالای ناجوست است، میوه‌ای نیست، زینتی است، امون او کم کار داره چون در دشت و کوهی است. او در کابل هم که میشونن او بسیار کم ضرورت داره. و همچنان این نیالای دیگه هفته چند بار باید به آب داده شود؟ نیالای دیگه فکر کو که نو کمی نیال غصب میکنید در زمین 3 روز سر متواتر او میتیشه. بعد از او باز 4 روز 5 روز بعد که زمینش خوش او ضرورت داره او میتیشه. تشکر بسیار میکنم. قربانتون بخیر باشه، زنده باشه. ویدای عزیز، در قسمت دیگه از گل فروشی قرار داریم که در اینجا کل همی تخم هاست، تخمای گل هاست و همچنان کود هستن. سلام علیکم کاکا جان، میشه خدا معرفی کنین؟ خیر. نام ما عبدالرحمنم. این تخما که هست از گل هست یا ترکاری است؟ از کلش هست؟ از تخم ترکاری هم است، تخم گل هم علایده است، تخم ترکاری علایده است. یعنی می دوا که در درخت ها میزنه، گل ها میزنه علایده است. همین کوت چیزا که در بخوای درخت میندازه که درخت ها رو رشد میکنه ی علایده است. کامش به خود وقت داره، دم تیزانش میندازن، بیادر دمو وقتی که خود درشت میرسونه، باز دمو وقت دبای خزو میپرتن دمای عمل، دمای تور، دمای هود دمیشه ما میندازن دبای خزو. یعنی کوت آهن است،
این کوت آهن بیادر جان گل شیر خود در بیخ از او کنده میشه، بیخش کنده میشه، باز او یک گلاس از این منک میکنن مندازن سر شپت میکنن، اولا میتن در بیخش خوب درخت سرسبز میکنه، خوب رشد میکنه، رشدش زیاد میکنه. خوب رشدش زیاد میکنه. بله بله. و این چی است؟ این چی است؟ این کوت سیاست است، این کوت خارجی است، این بسیار خوبش است. این از این کوتا کدی بالاتر است، این بسیار فایدهشون جافتر است. و کود سفید وظیفه کلش یکی است؟ نه کلش یک چیز نیست. این کار خود پیش میبره، این کار خود کلش جداگانه است. کوت سفید کسته که از در سوخ داره که مثلا یک دیگه پیش جاف شوه، مثلا درخت می سوزونه، گل می سوزونه، کلش خراب میکنه. اما کوت سیاه کس با زیاد سوخ نداره، چیزی رو نمی سوزونه، رشد میتش خوب تهی. قیمت های از یا چند است؟ فرق داره در قیمت یا قیمت های یکی؟ مثلا کوت آهن است کیلوی 100 افغانی، کوت سیاه است کیلوی 150 افغانی، کوت سفید است کیلو 100 افغانی. تشکر از اینکه با ما معلومات دادیم. ماشاءالله تخمات زیاد است. اگه درباره هر کدام از صحبت کنیم وقت ما تو زیاد گرفته میشه. اما بیادر جان گل شیر خودنیمی تخمای گل وطنی داره میجا، یعنی جو تخمای گل خارجی است. وطنی را نشان بدی و خارجی را. وطنی هم اینا که من نشان میتونم، این گلای خارجی ماست. این شاید عشق پیچان باشه. عشق پیچان امریکایی است، اینی باز عشق پیچان وطنی است. باز اینی بیادر جان قندم دیگه گل نافرمان میگن که مقصد گلا زیاد هستی، اینی گلای خارجی است. یار هر وقت بکاری میشه. هر وقتی که بکاری میشه تا ماه ثوره، باز ثور دیگه باز قدر ثور کردن دیگه مشکل است. اما اینی گلای خارجی است. خارجی خوب است یا وطنی؟ نه خارجی خوب، گلا رنگارنگ میه، همین گلایی که عکسش در پشتش میزن همون گلا رو میکشه. تشکر کاکا برای ما معلومات دادی. وطندار عزیز، قسمی که میبینین کاکای ما در اینجا آمده بودن و یک چیز خریدن به خاطر از اینکه فصل بهار است و ازشون پرسان میکنیم که چی خریدن و چرا خریدن. سلام علیکم کاکا جان. علیکم السلام الله برکاته. جور هستی؟ خوب است؟ از خیاطی. تشکر، سلامت باشین. در اول میشه خودم معرفی کنین به من؟ نام معلم سردار است، یکی از دکاندارای منطقه کابل. کاکا جان دیدیم که در اینجا مصروف خریداری بودین، چی خریدین؟ والا ما هر روز میایم یک دونه گل میخرم، میام گلخانه دارم یک خانه و یک درخت سنجد خوشم آمد بسیار. همین درخت سنجد طبیعی بوی ازی، همین گل ازی بسیار زیاد خوشم آمد. بله بیشک وقتی که طرف ولایت میریم اون طرفا که زیاد میباشه بویش واقعا چقدر خوشت میاد، چقدر یک بوی بسیار خوش آدم انسان واسه تازه میسازه. چون سال نو است و بهار است، بهار 1405 است. آیا اولین نهاله است که خریدین و قرار است غرس کنین یا تا نهال غرس کردین؟ دمی اولی ما بسیار زیاد درخت شاندیم، از هر نوع درخت میوه‌جات است، گل است و هر چیزی که خوش میاد میشم. اولی بسیار سرسبز است. ماشاءالله خوب است که شوق دارین به سرسبزی. مردمایی است که با خرچ خانه خود بسیار مصرف میکنن، ولی یک دانه نیال یک کسی نمیخره که میاد بشونه. اگر یک دانه نیال بشونه و هم به طبیعت فایده میکنه و هم کشور ما بسیار سرسبز میشه و هم میوه‌جات پیدا میشه، هم خاک و دود از شهر ما شما گم میکنه. اهمیت دیگه اسلامی هم داره. میگه گلی که شوبه میکنه این ثنای و صفت خداوند میگه، حمد خداوند میگه، یکی ثواب دینی چه است. دیگه در خانه که باشه آره آبای خانه تازه میکنه، دود و میگه دیگه خود طبیعت انسان زنده میسازه و میسازه که اگه هم برای این طرف یاسل میکنی بسیار انسان را رنگ و خود انسان تازه میسازه. بیشک اگر تخم ما چند دونه این تخم رو خرید. تخم از گل است یا تخم گل است دیگه، گشنیج است دیگه تراتیزک است. کاش که کلا تو ور کاکا تو شوقی از سرسبزی باشه. همین رو تازه میده. هم مبرا میخوریم خودمون به خانه، یک مرچ تازه میشانیم، مثالش یک بانجان رومی میشانیم. دیگه عالم با مطلع خود میگم که بانجان رومی شما ایرانی خریده؟ بله ایرانی خریده. اینا میگه که خانه برید توته کردیش همین تخمایی رو بکشه، عمود خبشونه، همین بانجان رومی خوشایی میگیره. واقعیت است. بله تخمایی که در بازار فروش میشه یا ثمر نمیده، بانجان رومیش خوبش نیست. پیام تونه بگین دیگه چیزا نکردن پیشروی دروازش یک دونه درخت بشن، یک ناجو بشونن، یگان درخت بسیار مقبول بشن، شوق پیدا بکنن. فکر انسان جمع میشه میبینه مثلا شما چی مشکلات هست. واقعیت از هر خانواده اگه یک نفر یک دونه نیال بشنه فرض چی میشه؟ چند میلیون نیال میشه؟ 40 میلیون نیال میشه. نمیکنن مردم ها کس
خوش مردم. کاکا جان قسمی که میفهمیم دیگه همه ساله شوروالی کشور ما خصوصا شهر کابل کوشش میکنه که نیال بشنه، ولی سالانه میلیون ها یا هزاران نیال کشت میشه در شهر کابل، ولی بازم مثل سالهای قبل هوای کابل پاک نمیشه. دلیل از این چیه؟ دلیلش همین است که یکی تبلیغ است، یکی تطبیق است، یکی مواظبت است. تبلیغ دولت میکنه، تطبیق مردم میشه، مگه مواظبت نمیشه. سرسبزی باید مواظبت کنه، نفرای تعیین بکنه که یار آب بده یار قیچی کاری بکنن. همیشه دولت باید دیگه مردم هم که درخت میشونن در پیش دروازش اینا باید کود بده برای دواپاشی بکنه، اینا مواظبتش بکنه. وقتی مواظبت که درخت بشونه که دواپاشی نکنی، اینا مثلا کود نتی درخت رشد نمیکنه. بله واقعا وقتی که دولت ما کوشش میکنه، شاروالی عزیز ما کوشش میکنه که بر سرسبزی شهر کابل یا کشور ما زحمت میکشه و نیال میشنه، وقتی که او تطبیق میکنه لطفا شما هم کوشش کنین که محافظت کنین، چون که این شهر این افغانستان تنها از ما نیست، از کل ما است. پس کوشش کنین بر سرسبزی وطن ما کار کنین. تشکر کاکا با ما وقت. تشکر قربان تا خیر. زنده باشی. تشکر از کاکای ما که به ما وقت داد، واقعا که یک حس عالی داشت درباره نال شاندن و غرس نهال. حال عزیزان دل متوجه چیز شدم که اینجا بوجیا است، در بوجیا ببینیم چی است بینش، از مسئولین صحبت کنیم که بوجیا در بینش چی است و به نظر ما چیزی است که مربوط حیوانات میشه. با ما باشین صحبت میکنیم. سلام خوب هستین؟ بخیر خوب هستین؟ قراری بخیر چه حال داری؟ بخیر هستی؟ میشه لالا با ما خود معرفی کنین؟ اسم مخام. ما خب میبینیم اینجا شما هم مصروف فروختن نیال هستین و انواع گل هستین. یک چیزی که توجه ما را جلب کرد بوجیا بود. در بین از بوجیا چیه؟ این دیگه هم انبار میگن، هم به حساب وطنکی ما پشخل گوسفند میگن دیگه. این به حساب گل داره درخت کیا هست. عد زده بودم شاید همون چیزی گفتین باشه دیگه به اصطلاح یامیانه پشخل هستن. اگر بگوین که این کود طبیعی چی به درد میخوره برای نباتات؟ این به نباتات به حساب از این میخوره که هم به حساب ریشه و چیش فایده میکنه، هم به خود می گلش. گل کسی یکم جای اگر فکر باشه گل مکنی وری سخت می باشه، باز می انبار که مندازن همی گل پاک میسازه، وقتی پاک شد ریشه میده. کار کرده از این انبار همراه کود یک چیز است؟ نه یک ذره تفاوت داره. این کس وظیفه از این چی است؟ از این سوزش نداره، او کس باز میسوزونه. بهتر کدام میشه؟ از او مواد کیمیایی داره ولی طبیعی است، کدام بهتر؟ طبیعی بازمی خوب است. این بوجی چند است؟ مردم میبره؟ قیمتش چند؟ میبره، قیمتش 200 افغانی می. هر بوجیش 200؟ هر بوجیش 200. این تنها برای گل میندازین یا برای نیال به هر چیز؟ به گل هم است، به درخت هم است، به چمن. با ما بگوین که وطندارا بیشتر از این انبار میبرن یا از زیادتر مردم های ما شما که از اطرافی که هست که اطرافی، بلکه باز از انبار میبرن که پشکل گوسفند دو زیاد میدن. این مردم های شهر کابل که میبرن یا به خاطر میبرن یا بوی ندن، به داخل خانه در صاحب گل کنه بوی میده. ولی شما خب مسلکی هستین دیگه، از نظر شما همین انبار خوبه؟ انبار خوب است. بله. تشکر. سلامت باشی. باشید. خداحافظ. سال نو فقط به خاطر تبریک گفتن نیست، بلکه به خاطر ایجاد تغییر است. بیاین که هر کدام ما یک نهال بکاریم. بعد از اینکه برنامه ما را دیدین لطفاً اقدام به این کنین که یک نهال بکاریم. تشکر از اینکه بیننده های عزیز همراه ما بودین تا به حال. امروز آمده بودیم در ساحه پروان 2 تا به شما یک گزارش تهیه کنیم درباره اهمیت نهالشانی و درباره غرس گلها. با ما باشین و همیشه برنامه های ما را تعقیب کنین. تشکر.